من سیروس مهرانی میگم یه جایی از زندگی زن بودن یعنی دیگه نقش بازی نکنی. نه دلت بخواد دل کسی رو با ناز ببری، نه حوصله آویزون شدن به کسی رو داشته باشی، نه دنبال مردی بیفتی که با قهر کردن و بلا تکلیفی بخواد بگه مهمه و تو با همه زخمهات، ترسهات، آرزوهات فقط بخوای خودت رو زندگی کنی. تو نه یه عروسک دکوری هستی، نه یه بازیگر یا تماشاچی و صد البته نه ابزاری واسه آرامش روانی کسی. بهش بگو اگه موندی خوش موندی، اگه رفتی خوش رفتی. من چیزی رو از دست ندادم، اما تو یه زن واقعی رو از دست دادی.